نمیشکنمش. برو 100 تا چسب بگیر بچسبونش به هم. میشه روز اولش؟ نه. 50 سال پیش دل پدر ایشونو ما شکوندیم، از تو خاک خودش، از تو خونه خودش بیرونش کردیم، تو غربت خاک شد. چرا داریم با حرفمون دوباره دل خودش هم میشکنی؟ چه حرفی میگی رزومش چیه؟ مگه خمینی 50 سال پیش رزومه داشت که تو بهش بها دادی بخواد سوار هواپیما بشه بلنشه بیاد اینجا برای ما تصمیم بگیره؟ طرف سواد نداشت، دوچرخه سواری بلد نبود. الان دنبال رزومه میگردی؟ من بهت میگم رزومه چیه؟ رزومه یعنی اینکه با اینکه به پدرش بیرحمی کردیم، کاری کردیم تو غربت بمیره، پا پیش گذاشته داره برای من و تو تلاش میکنه، برای اینکه الان این همه مال و منال داره میتونه بره تو این سن زندگیشو کنه. من و تو 50 سال میجنگیم یه مال و منال جمع کنیم، بعد از 50 سال به زندگیمون برسیم. وسط این سن 64-5 سالگی اومده داره از پوست و خونش میذاره تو این 5 سال. چقدر موهاش سفید شد؟ چی میخوای؟ همین که اومده قدم گذاشته این وضع ایران با این همه بدبختی که برای مردم داره میاد، با این همه خوش کردن آب و برق و گازمون، قدم گذاشته بیاد جلو. دنبال رزومه میگردی؟ تو توپ و زمینو به طرف ندی، بهش میگی فوتبال بلد نیستی. اصلا به زبون آوردنش اشتباهی که بگیم چه رزومه‌ای داره. کسی داره برای ما قدم برمیداره که پدر مادرای ما سال 57 عکس پدر مادرشو چسبوندن رو دیوار با تفنگ ساچمه‌ای میزدن امتیاز بگیرن. داره برای ماهایی قدم برمیداره که پدر مادرامون سال 57 شعار میدادن تو خیابون که صادق قطبزاده باید شاهو برگردونه تو خیابون بچرخوننش. چرا؟ چون ایرانو 100 سال برد جلوتر، چون ارج و قرب ایرانیو برد بالا، چون تمام مردمای کشورهای دیگه، شاههای کشورهای دیگه دور سر خم میکردن. نه عزیز من، ما پشت کسی باید باشیم که حداقل 5 تا زبون روز دنیا رو میتونه صحبت کنه. کدوم یکی از مسئولای ما الان میتونه یه دونه تانک برونه؟ نمیخوایم بگیم جنگنده F-16. بابا طرف جنگنده از رو زمین بلند میکنه. عزیز من، وقتی من پتک میگیرم دستم خراب میکنم یه دیوارو، از قبل بستم با خودم با یه بنا. اینایی که دارن خراب میکنن بگو بنات کیه؟ بیا به من نشون بده دیگه. هر کی داره خراب میکنه این خاندانو بگو باشه. اینا بدن؟ بیا نشون بده ببینم چی داری. طرف خودش داره میگه بابا به من نگین شاه، من دیدم شاه چی میشه عاقبتش. پدرم و پدر بزرگم رو دیدم. من پدر ایرانم، دارم میام برای ساختن مقام و چیزی هم نمیخوام، فقط ایرانو بسازیم. انگشت تک تک شما تصمیم گیرنده است. انقدر موش ندونیم، بدونیم که تنها راه نجات این مردم با این همه درد و غصه فقط برگشت این شاهزاده است. نکنین، دست به دست هم بدیم، یکی بشیم بیایم جلو. بیاد یه کاری بکنه، کارو من و تو باید بکنیم، آگاه بشیم، خاکمون رو پس بگیریم که بیاد بسازه خاکمونو. در پناه خدا باشین.